میگفت هر کاری که به نام خدا شروع می شود و عبادت است. و این خاطر به بسم الله برنامه رو شروع میکنیم. درود خدا بر شما و بر تماشابینان عزیزی که ما رو تماشا دارند. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. پیش از هر عید باید تحفه آماده کرد، نه وابسته کدام عید نباشد. بسیار فکر کردیم که آمدن رمضان برای بسیاری ها عید است، چون وقتی که امکان هست، ماهی امکان است که بسیار چی را دروی بگیری بر خود، این برای شخصا من عید است. برای مردم چی تحفه کنیم؟ گفتیم که چند روز به شمار مانده است. یکی سر زد گفت بهترین تحفه آن است که یک کس را چی آگاه کنیم. موضوع امروزه حضرت اطراف چیست؟ پیش از آمدن رمضان چی کار باید کنیم؟ چی ها را چگونه آماده باشیم و هر طوری نباشد. وقتی پیش از آمدن شد، شما تصور کنید که هر مهمانی که خانه می بیاید چگونه آمادگی میشه. همه پهلوها رو میسنجیم، این طرف آن طرف، کدام خوراک دوست میداره چی. حالا که فهمیدید؟ یعنی موضوع ما پیش از رمضان چی باید کنیم، چگونه استقبال گیریم و کدام کارها رو انجام دهیم. خوش آمدید به برنامه. به نام الله بخشنده و نهایت مهربان، درود و رحمت الهی به معلم بشریت، رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی علیه السلام. پیش از همه گفتنی هستم که این موضوع امروزه خیلی هم موضوع سری وقتی است و این چنین هم موضوع خیلی هم مهم است. سبب آن است که در این روزها در تمام عالم اسلام، از آن جمله در کشور عزیز ما، مردم ما یک آمده رمضان انتظار هستند. از برای خاطر همین هم پیش از به آن آمادگی هایی که برای ماه شریف رمضان دیده می شود، درباره فایده آماده دیدن، فایده این موضوع و کسانی که به این آمادگی نبینند زیان آنها یک چیز گفته میگذارم. برای در ذهن بینندگان عزیز جای شدن یک مثال عقلی بسیار درست بیان کردید. مثلا انسان اگر یک منفعت تجارتی داشته باشد، اگر برای خاطر همون تجارت مفسمش بسیار آمادگی ها میبیند، یا که در یک اگر وقتی مفسم میوه جمع کنی باشد، بسیار آمادگی میبیند که همون میوه جمع رویاندگیش تلف ندهد. بله. از همین لحاظ هم مادامی که ماه مبارک رمضان یک ماه تجارت الله به بندگانش است، تجارتی لن تبور، تجارتی که در وی شکست نیست، زیان نیست. از برای خاطر همین هم پیش از این مفسم رسیدن باید که شخص مؤمن، شخص مسلمان بسیار آمادگی ها بیند. وقتی که ما فضیلت این ماه دیدیم، فهمیم، آمادگی ما سخت‌تر میشد. وقتی که ما اگر کسانی که آمادگی نمیبینن زیانشون رو فهمند، اگر بایخور هم حرکت میکنن آمادگی بینن. بله. البته ماه مبارک رمضان این در حیات انسان یک ماهی هست که از این بهترین وقت در حیات انسان نیست، در این ماه مبارک رمضان. از برای خاطر همینم وقتی که انسان این با آمادگی همه طرفه اگر این ماه قبول کند، بینید که چقدر فایده میبیند. یکم فایده که پیغمبر خدا علیه السلام میگن چی؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آمادگی حقیقی بیند، گناه گذشته‌اش بخشیده میشه. اگر آمادگی بیند در این ماه مبارک رمضان، هر یک عملی کردگیش از 10 تا 700 مراتب ثواب کتابت کرده میشه. بله. اگر آمادگی بیند، اگر در این ماه مبارک رمضان، البته آدمی به تقوا میشد، تقوادار میشد. چون که حکمت روزه داشتن هم پروردگار در قرآن چی میگه؟ حکمت فرضیت رمضان لعلکم تتقون. بسیار خوب. یک سوال پیش از اونش میتونیم ساده‌تر کرده فهمونیم که تقوا چیست؟ تو که مردم بسیاری ها شنیدن اما نمیدونن تقوا چیست. من هم فکر خودم هست بسیار دوست می‌داشتم فکر شما رو نیز بشنوم. حقیقتا کلمه تقوا رو خداوند در قرآن عظیم شان در بسیار آیات ها ذکر میکند. لعلکم تتقون واتقوا الله. و امثال این مصدرش تقوا بودگی کلمه ها رو در قرآن خداوند بسیار ذکر میکند و مکافات تقوادارها را میگوید که ان الله یحب المتقین.
آدم‌های تقوادار خداوند شما دوست می‌دارد. دوست می‌دارم. ان الله مع المتقین. الله همراه تقوادار است. تقوادارها را یارتان می‌کند. اکنون تقوا چی است؟ همین سوال اصحاب رسول الله از عالم‌ترین صحابه از حضرت علی پرسیدند که همین تقوا چی است؟ حضرت علی گفتند که تقوا یک چند رکنش است. یکمش همین که الخوف من الجلیل و العمل بالتنزیل و الرضا بالقلیل و الاستعداد لیوم الرحیل. 4 رکن اساسی تقوا را گفتند. یکمش همین که بنده در همه حالت، در پنهانی در آشکارا باید از پروردگارش ترسد. بله. دویمش و العمل بالتنزیل. تنزیل قرآن است. گفته های قرآن عمل کند. سومش الرضا بالقلیل. در کم و بسیاری دادگی الله باید راضی شود. و چهارمش و الاستعداد لیوم الرحیل. روزی بازگشتش به سوی الله از خاطر فراموش نکند. اگر همین 4 چیز اهمیت دارد، همون بنده تقوادار است. بسیار. استاد روز نقل کرد که در مهمانی نشسته بودیم. کودکی با پدر آمده بود. میدونید که شیرینی، شکلات، کنفیت برای کودک دنیای اوست. وقتی که صاحب خانه استاد کنفیت را گرفت، قند را گرفت، دراز کرد به سوی کودک نگرفت. حیران شد، چون گفتیم قند، شیرینی دنیای کودک است. هرچند دراز میکرد که گیر بچم، کودک نمیگرفت. اما اعتبار داده میگوید با دومی چشم چیکار میکرد؟ پدر را نگاه میکرد. پدر چیکار کرد؟ اشاره کرد. بعد قند را گرفت. استاد میگوید یک لحظه ایستادم، گفتم ای مردم، اینجا همه نشسته بودن، تقوا را باید از کودک آموخت. چون گفت شیرینی، قند، شکلات دنیای کودک است. یعنی یک کنفیت بده کودک دنیا را میدهد. کودکی میده. گفت نگاه کنید که نظر کرد که پدر راضی است، یعنی راضیگی داد. در اینجا مثال آورد، گفت این پدر خدا است. وقتی هر کار میکنیم کارای شیرین است، اما چی کار میکنیم؟ نگاه میکنیم که خدا راضی است یا نه. در اون کار خدا راضی است یا نه. گفت فهمیدید؟ وگرنه گفت دیگرگون میفهمونم. گفت تقوا یک صحرا است، گفت یک بیابان است، یک چول است. گفت شما پای لوچ هستید، برهنه پای لوچ، به پای افضل، اما زمین گفت پر از خار است. گفت شما قدم میزنید. همه تعجب کرد. یعنی صحرا یک بیابان است پر از خار و شما پای لوچ، هر یک قدمتون را شما دیده قدم میزنید. حتی قدم 100 من بعد قدمی که میگذاریم حتی او را نگاه میکنیم. در زندگی هم گفت باید چنین شد. در هر کار به مانندی که پای میگذاریم نگاه کنید. ادامه دهید. در همین باره حضرت ابو هریره رضی الله عنه نشسته بودند. یک موسفید سال خورده با قامت خسته آمده از ابو هریره پرسید که یا ابو هریره، تو به این سن سال من نگاه کرده، به من ساده تر کرده تقوا را فهمو. حضرت ابو هریره گفتند که در یک راه می بیایی، در پیش تو، در نزد تو یک درخت خار است. اکنون تو به همون خار خودت زده همه جا خونشور کرده میگذاری، چیکار میکنی؟ و این موسفید گفت که البته من چشم دارم، عقل دارم، حرکت میکنم که همون خار زیان رساننده و یک احتیاط کرده گذارم که خار در من نرسد. ابو هریره چی گفتند؟ برای تو تقوا های است. از چیزهای زیان کننده اگر خود داری کنی تقوا های است. اکنون شخصانی که آمادگی نمیبینن برای قبول رمضان و اینها، یعنی آمادگی نمیبینن چگونه فهمیم؟ یعنی که روزه نمیگیرن یا که میگیرن و تماما پروا ندارن؟ این پیش از رمضان، در حال این ما با اون موضوع نگذاشتیم، ما پیش از رمضان در همین روزها آمادگی این عملهایی که ما گفتیم اونا آمادگی دیدن است. اونا آمادگی دیدن است. حضرت یک به یک آمادگی دیدن از چی سر می شود و چند علماهای مذهبی امام ابو حنیفه آمادگی های اساسی را یک به یک بیان کرده هستند با دلیل های قرآنی و حدیث های پیغمبر و از روی مذهب ان شاء الله گفته میگذاریم. حالا حاضر اینها اون شخصانی که پیش از آمدن رمضان بی پروا میشوند، آمادگی نمیبینن، اگه اعلام میکنن که امروز روزه است، خسته روزه میگیرن. اگه وایها از سبب آمادگی ندیدنشون
چی خیل زیان ها میبینن. در همین باره وقتی که درباره فایده شخصانی که آمادگی میبینن دیده گذاشتیم بخشایش گناه بوده است. عمل هاشون از 10 تا 100 مراتب و این چنین متقی میشدن. اکنون در برابر شخصانی که آمادگی نمیبینن و کدام منفعت ها را از دست میدن. اون حدیثی که انس ابن مالک روایت میکنن، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که من حرمها فقد حرم الخیر كله. کدام شخصانی که ماه رمضان رو میدریابند، یک بی آمادگی به ماه رمضان میدرایند، همون نیکی و خیر و فضیلتی که وعده کرده شده است برای آدمان روزدار و ماه رمضان، اگر هوا آماده شده در تیار نشن، تمام نیکی های ماه شریف رمضان از دست میدین. اکنون دیگر حدیث، وقتی که انسانی که آمادگی نمیبیند به ماه شریف رمضان، این حدیث دویم اگر فهمد حتما آمادگی میبیند. انشاءالله حاضر روزهای با شمار است. بله. پیغمبر خدا چی میگن؟ رغیم انف رجول من دخل علیه رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له. پیغمبر خدا گفتن که خاک بر دهان همون انسان هایی که آمادگی نمیبینن، ماه شریف رمضان نمیشناسن، ماه رمضان میدراید، او برآمده میرود، گناهاشون نبخشیده. اون عمل هایی که در ماه شریف رمضان گناه انسان میبخشند، باید پیش از در آمدن رمضان هوای ها رو شناسد، آمادگی بیند به همون عمل ها. اکنون معلوم شد که شخصانی که آمادگی میبینن ماه رمضان برای وها چه خیلی مکافات است. شخصانی که آمادگی نمیبینن برای وها چه خیلی ترس و بیم و تعذیر است که اگر آمادگی نبینید، این فرصت مناسب از دست دید، شما کدام نیکی ها را از دست میدید. اکنون انشاءالله با آمادگی هایی که هر یک شخص مؤمن برای ماه شریف رمضان بیند کدام ها هستند و همون موضوع شروع میکنیم با اجازه شما. باشه. البته اولین آمادگی که بنده مؤمن پیش از آمدن ماه شریف رمضان بیند، باید که توبه صادقانه کند، توبه نصوح کند. اکنون معنای توبه چی است و توبه چند خیل می شود و حکم توبه کردن از نگاه مذهب امام ابو حنیفه چی است، انشاءالله گفته میگذاریم. از بس که توبه کلمه عربی است، معنای کلمه های عربی هم معنای لغوی دارند، هم معنای اصطلاحی یا شرعی دارند. اگر ما به معنای لغوی توبه گذاریم، اگر توبه یتوب الرجوع من شیء الی شیء آخر، از یک چیز به چیز دیگر گذشتن، این توبه. اکنون در اصطلاح چی است؟ در شریعت یعنی معنای لغوی توبه چی است؟ در همین باره معنای لغوی توبه را میگویند که الرجوع الی الله تعالی و ترک المعصیه فالندم على فعلها والعزم على عدم العودة الیها. توبه چی بوده است؟ توبه حقیقی چی بوده است؟ توبه صادقانه چی بوده است؟ توبه نصوح چی بوده است؟ یعنی بازگشت کردن به سوی الله با ترک کردن گناه ها و پشیمان شدن به گناه های گذشته و قصد کردن که به همون گناه در آینده باز نمیگردد. یعنی در توبه کردن شیط شرطش بوده، شیط فرضش بوده است. در هر یک عبادت اگر یگان فرضش ما ترک کنیم، عبادت کامل نمی شود. در توبه کردن هم اگر همین شیط شرط نباشند، و توبه حقیقی نمی شود. حکم شرطش چی بوده است؟ یعنی انسان گناه کرده استاده باشد، داند که گناه است، ترک گناه کنه. داند ترک گناه کنه. تا دانست گناه ترک کنه. دومش همین که گذشتهش خاطرش با آورده گناه کرده کن و پنهان کرده نمیشه، میداند همون گناه گذشتهش خاطرش با آورده همیشه پشیمان شد. یک کس آزار دادگی باشد یا یک کس یک کاری گناه کرده باشد در نزد پروردگارش، حتما سیمش همین که قصد کند، عزم کند که آینده به همون گناه باز نمیگردد. اکنون توبه دو خیل میشد است. توبه بین پروردگار و بندش و بنده ها در مابین همدیگر. مثلا اگر بنده یگون فرمان الله را که ترک کردگی باشد، یگون گناهی که خداوند نکن گناه حسابی کردگی باشد، این به پروردگار توبه میکند، پروردگار وعده کرده است میبخشد است، به شرطی که شرط توبه را به جا بیارد. اکنون بنده ها در مابین همدیگر
یگان کمبودی کردگی باشن، یگان همدیگر رنجاندگی باشن، حق همدیگر خوردگی باشن، همدیگر ظلم کردگی باشن، ناگپی باشن، حتما باید خود اصلاح کنند. اکنون چرا شرط اول امام ابو حنیفه اولین آمادگی یا که استعداد برای قبول رمضان؟ چون که پیغمبر خدا میگن که ماه شریف رمضان درآید، دو برادر به همدیگر ناگپی باشن، به همسایه ناگپ باشن، حق یک کس خورده باشن، در حق یک کس ظلم کردگی باشن، خداوند عبادتاشون تا به مقدامی که از هم راضی نشوند آشتی نکنه عبادتاشون خداوند قبول نمیکرد. حدیث صحیح است. وقتی که عبادت انسان نزد پروردگار برداشته می شود، پروردگار میگفته که گوش دارید، حاضر من وی قبول نمیکنم. و تا به مقدامی که از همدیگر گزارش نکنن، مقدامی که ماه شریف رمضان اینقدر فرصت قلای، فرصت تجارت به الله است، بنده حتما چیکار کند؟ توبه نصوح کند. چون که خداوند در قرآن عظیم شان در بسیار آیات ها امر میکند، دستور میدهد. از آن جمله در سوره نور آیت 31 پروردگار چی میگوید؟ و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. پروردگار دستور داده است، فرض بود است توبه کردن. پروردگار چی میگوید؟ و توبوا الی الله، و سوی الله بازگردید. خواهید که شما نجات مییابید، مفلح میشوید، حتما به سوی الله توبه کنید، توبه نصوح کرده بازگردید. باز هم میگیم توبه صادقانه، توبه راستینچک، توبه نصوح، همون توبه که اگر در وقت سه تا شرط چا کنن به جا بیارن. اگر در مابین آدم ها اگر باشه، حتما رفته از یک کس قرض گرفتگی باشید، قرضش مهلتش گذشتگی باشه، رفته پرسید مغفرت بخشش پرسید که من قرض یا که یک حقش یا که در حقش غیبت کردگی باشید، تهمتش کردگی باشید. حتی در همین جا امام ابو حنیفه میگن که اگر همون آدمی که شما به ظلم کردید و از دنیا گذشت، اگر از وی چقدر بخشش میپرسید، در حقش دعا کنید که خداوند مرتبهش برابر دارد. حضور نگاه کنید که هر کسی که با کسی قهری باشد، نگاه کنید بین اکا و دادر و برادر و دوست و خیلی زیاد هستند در جامعه ما قهری هستند، نفرانی که قرضدار هستند، نفرانی که کسی را رنجاندن یا هر طوری که گفتید، اینها اگر تو گزارش نکنند، تو آشتی نکنند بین همدیگر، روزشون قبول نیست. حدیث صحیح در روایت هم امام بخاری هم امام مسلم از صحابه جلیل ابو هریره رضی الله عنه، پیغمبر خدا چی گفتند؟ آن شخصانی که به همدیگر متشاحن، یعنی به همدیگر ناگپی هستند، در دلشون نسبت همدیگر بغض، بخیلگی، حسد، کینه، ناگپی هستند، پیغمبر خدا میگه خداوند نه تنها روزه، تمام عبادتاشون خداوند قبول نمیکرده که مهربانی الله رو ببینید که نصفشون نمیکرده است. میگفته است که این عبادت ها رو معلق نگاه دارید تا که از همدیگر گزارش کنن، همدیگر باشن، ناگپی باشن، همگپی. خوب گوش کنن مردم. اطراف قرض گفتید بسیار داغ روز است، بسیار نفران هستند از برادر یا بین همدیگر قرضدار هستند. میخوام که شما تصدیق کنید، جایی که شنیدیم از استادها گفت شما از نفری $1000 قرضدار هستید، اگر اون نفر آید و گوید که برادر شرایطم نیست یا وضعیت رو بفهموند، گوید 10 روز دیگر بر من مهلت یا همون سنه ای که گفت برای من مهلت بده، قرض دهنده بداند که اگر $1000 داد، یعنی هر روزش به حساب چیز است، از زمانی که مهلت داد هر روز گویا که برای فقیران $1000 خیر کرده است. آیا درست است؟ تصدیق میکنید؟ این گفت تصدیق گپ شما آیت قرآن است. خداوند در قرآن عظیم شان چی میگوید؟ وقتی که شما با یک کس قرض میدید، قرض دادن نمیتواند، فنظیرة الی میسرة، و ایها تو مهلت یافتن به ویها مهلت منتظر شوید، میدونید که نمیتید، فنظیرة الی میسرة، تا توانایی قرض برگردانیدن دارد، شما به این مهلت دید. آیت قرآن است. اگر در تفسیر همین آیت ابن کثیر رحمت الله علیه میگن که اگر دادن نتواند بخشدش با بهتر است. حدیث صحیحه، در تفسیر همین آیت میگن. اکنون این آیت قرآن بود. پیغمبر خدا علیه السلام بینید که به همین قدر منزلت، به همین قدر شرف، به همین قدر بزرگی، به همین قدر رحمت عالمیان بودشان چی میگن؟ یا ایها الناس،
توبوا الی الله فانی اتوب فی الیوم الیه 100 مره. میگن ای انسان ها، مراجعت به تمام انسانیت کردن، ای انسان ها گفتن توبه کنید، توبه نصوح کنید، به سوی الله گردید. من که پیغمبر خدا هستم هر روز 100 مراتب توبه میکنم. پیغمبر خدا. توبه چگونه است؟ شاید ساده‌تر همین استغفر الله است یا که فقط توبه کردم گوید؟ بله، اکنون توبه همین که توبه حقیقی همون 3 شرط به جا بیارد. مبادا گناه کردگی باشد، پروردگار را با کلمه استغفار گناهامو بخش، استغفر الله العظیم. اکنون با کسانی که توبه میکنن غیر از بخشایش گناهاشون با خداوند برای وی چقدر منفعتی هم این دنیا هم آخرت میده. حالا درباره این کلمه استغفار گفته، یک همین گفته میگذاریم، یک آیت میگویم، یک حدیث میگویم. خداوند در قرآن عظیمش در سوره نوح از زبان حضرت نوح فایده توبه کردن، فایده استغفار پرسیدن بیان میکنه. حضرت نوح چی گفتن؟ فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. من به قومم گفتم ای پروردگار که شما چقدر که گناه کردگی باشه توبه حقیقی کنید، از همون کار کردگیتون استید، آینده نکنید، گذشتهش از الله مغفرت پرسید، پروردگار من بخشنده مهربان است. اکنون این چیز گفتن، در دوامش منفعت توبه کردن و منفعت و فایده استغفار گفتن. فایده چی بوده؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفورا يرسل السماء عليكم مدرارا و یمددکم علیهم. در عوض این توبه کردگیاتون و از پروردگار مغفرت پرسیدنتون، خداوند شما را در رزقاتون، در باغاتون، در جانهاتون، در حیاتاتون برکت میده. اکنون حدیث پیغمبر چی است؟ پیغمبر خدا علیه السلام میگه که طوبی لمن وجد فی صفحته الاستغفار کثیر. خوشا به حال همون بندگانی که روز قیامت میبینن که در نامه اعمال هویا مغفرت گناه، استغفر الله العظیم، مغفرت گناه گفته که بنده ها بسیار همین کلمه رو بسیار گفته باشند. این درباره فایده توبه، منفعت. البته درباره توبه کردن، منفعت توبه چقدر ما صحبت کنیم، روزهاش، ماهاش اینو به خاطر نمیاریم. اکنون دومین کاری که بنده مومن برای قبول رمضان باید کند، یکمش توبه نصوح. توبه چه خیلی میشه همش الحمدلله به قدر توانایی مختصر، از سبب البته وقت کم بودن، کوتاه بودن، اینقدر کوتاه کرده گفتیم. اکنون دومین کاری که بنده مومن البته باید پیش از آمدن ماه شریف رمضان آمادگی بیند، این چا کند، دعا کند. دلیل از کجا؟ ما در سرسمی سخن گفتیم که وقتی که ما یک موضوع رو میگیم حتما باید با دلیل های قرآنی، حدیث پیغمبر و روایت های پیشوای مذهبی خود امام ابو حنیفه باید دلیل ها داشته باشه. اکنون ما وقتی که به سیرت اصحاب رسول الله نگاه میکنیم، 6 ماه آمده پیش از ماه شریف رمضان اصحاب رسول الله دعا میکردن که اللهم بلغنا رمضان، کاش که ما را رمضان برسونه. وقتی که منفعت و فایده ماه شریف رمضان که دانستن، البته شما دعا میکردن که ما را رسون. چطوری که گفتیم هر یک عملی بنده مومن از 10 تا 700 مرتبه بله گناهش بخشیده میشود. یک شبه هست که برابر 1000 ماه. یا که وقتی که آیتی که در حق امتهای رسول الله نازل شد، یعنی در سوره آل عمران آیت 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس. خداوند گفت که ای امت رسول الله شما بهترین امت هستید. وقتی که این آیت نازل شد نزد پیغمبر رفته صحابگان پرسیده، گفتن که یا رسول الله امتهای پیشینه گفتن حیات بسیار میدیدن، بسیار عبادت میکردن، چرا مرتبه و منزلت ما از ویها بلند است؟ پیغمبر خدا چی گفتن؟ برای ویها ماه رمضان نبود و یک شبه که عبادتش برابر 1000 ماهی نبود، این شب نبود. شما را اینقدر فضیلت و مرتبه دادن پروردگار از شرافت ماه شریف رمضان، از شرافت شب قدر. اکنون اصحاب رسول الله این میدونستن، درک میکردن، برای خاطر اینم دعا میکردن که 6 ماه آمده ماه رمضان برسان، ماه رمضان برسان، ماه رمضان برسان. اکنون این در یک حدیث هم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که وقتی که ماه شعبان می آمد، پیش از شعبان ماه رجب بود. رجب بله. دعا کردن میگفتن که اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. و این چنین
ماه شعبان بسیارتر روزه میگرفتن. حاضر ماهی که ما هستیم بله اصحاب رسول الله هر یک چیز میپرسیدن، میفهمیدن. یک روز از پیغمبر خدا پرسیدن که شما چرا در ماه شعبان روزه میگیرید؟ پیغمبر خدا یا که دعا بسیار میکنید. ما گفتیم که دویم آمادگی دعا بسیار کردن برای رسیدن به ماه رمضان. پیغمبر خدا چی گفتن؟ اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. پیغمبر خدا گفتن که من برای دو چیز، یکمش همین که آمادگی جسمی و بدنی برای روزه ماه شریف رمضان قبول کردن روزه بسیار میدارم. دویمش همین که عملهای یک سالینه کرده بنده مومن در همین ماه شعبان نزد پروردگارم برداشته میشوند و انا احب ان اکون صائما. دوست میدارم که روزه دار باشم. بله. و البته بنده مومن باید که دعا کند که ماه رمضان برساند. حقیقتا میبینیم که ما امروز ها یک روز موندگی، دو روز موندگی، سه روز موندگی آدم از نمیدوند میرسد یا نمیرسد. برای خاطر این پیغمبر خدا میگه که انما الاعمال بالنیات. وقتی که انسان دعا کند، نیت کند که من رمضان برسان، اما همون نیتی کردگیش که رمضان من رفته از دنیا که گذرد، طبق همون نیتی کردگیش عبادت رمضان در نامه اعمالش کتابت کرده میشه. بهترین. این دویم آمادگی. البته سوم آمادگی که بعد بنده مومن برای خاطر این ماه مبارک رمضان بیند، این هم باشد خرسنده کند. بعد خرسنده کند حقیقتا، چون که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها همسر پیغمبر میگفتن که ما آمدن ماه شریف رمضان از ماه شعبان میدونستیم. وقتی که میدیدیم پیغمبر خدا خیلی هم خوشنود خرسند مینمودن، ما میدونستیم که این ماه شعبان است که با آمدن به قدوم ماه شریف رمضان پیغمبر خدا اینقدر خرسند داره. این کردار پیغمبر که باشد، البته ما و شما هم چقدر به ماه شریف رمضان نزدیک شویم همین قدر چقدر خرسند باشیم. یکمش توبه نصوح، دویمش چی بود است؟ دعا، سومش خرسندی کردن برای ماه شریف. حتی یک حدیث ابو هریره روایت میکنن که وقتی که آخر ماه شعبان میشد، پیغمبر خدا برآمد آواز بلند خطی میگفتن که اتاکم شهر رمضان شهر فرض الله صیامه تفتح ابواب الجنه و تغلق فیه ابواب الجحیم. پیغمبر خدا میگفتن که ای شما خرسنده نمیکنید، یک ماه آمد که این ماه هست که درهای جنت گشاده و درهای دوزخ پوشیده هستند گفته و در این ماه خداوند روزه داشتن فرض کرده است گفته پیغمبر خدا گفتن. اکنون چهارمین عملی که بنده مومن پیش از آمدن ماه شریف رمضان باید که آمادگی بیند، این بریئت الذمه. چی گفتن دیگه؟ اگر از ماه شریف رمضان گذشته به سبب بیماری، مثلا ضعیف ها کسی ضعیفانه دارن، از سبب همون بهشون یا که از سبب در سفر بودن، از سبب بیماری بودن، اگر روزه فرضیت ماه شریف رمضان ترک کردگی باشن، قضا کردگی باشن، حتما تا آمده در آمدن این ماه شریف رمضان همون روزه قضاگری دارن. دلیل از کجا؟ ابو سلمه روایت میکنن که از ام المؤمنین عایشه صدیقه شنیدن، همسر پیغمبر عایشه مادر ما چی گفتن که من وقتا که با سبب شرعی یا که به سبب همون بیماری زنانه یا که به سبب مسافرت یا به سبب دیگر کسلی، اگر روزه ماه شریف رمضان اگر ترک میکردم، حرکت میکردم که در همین ماه شعبان اوی چا کنم قضاگیش بجا بیارم. اکنون این حدیث هم در روایت امام بخاری هم امام مسلم. اکنون حدیث های امام بخاری را حافظ ابن حجر عسقلانی با شرح داده هستند. در شرح همین حدیث ابن حجر چی میگن؟ چرا ام المؤمنین عایشه صدیقه میگن حرکت کردن که در همین ماه شعبان روزی گذشتهشون بکنن؟ چون که لا یجوز، اجازه نیست، گناهکار میشود انسان اگر به عذر روزی رمضان گذشته شه برای این رمضان یا که بعد این رمضان ماند کرد، گناهکار میشه. اکنون در شرح همین حدیث امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چی میگن که کسی که روزی ماه شریف رمضان گذشته شه تا در آمدن این ماه رمضان به عذر، البته اگر کسل باشد و که دویم در سفر باشد، شیرخور کودک داشته باشد، عذر شه، اما به عذر شرعی اگر قضاگیش نداند، در برابر هر یک روزی قضاگی داشتگیش با یک روزینه یک مسکین طعامش اضافه می شود.
یعنی از این معلوم شد که چهارمین کاری که بنده مومن پیش از آمدن ماه شریف رمضان آمادگی بیند، این اگر روزه رمضان گذشته شد با عذر شرعی اگر ترک کردگی باشد قضاگاه وچا کند، البته دارد. نشسته تلفن تماشا میکردم، این نوار میبرند وای نوارند. ناگهان یک نواری رمضانی برآمد. فهلویم یک نفر بود با هوس. وقتی که نزدی من گفتی چقدر من انتظار هستم، از جمله که گفتید خرسندی، من وقتی خرسندی او رو دیدم راستی شرم کردم. من گفتم چیکار میکنی؟ گفت که رمضان دیدم، رمضان یادم اومد. اینقدر همین طور گپ میزد، یک مشتاق، یک عاشق رو انتظاری، یک چیز رو انتظاری. راستی یک رفتاری همون. گفتم من چونین نیستم. از خودم خیلی شرم کردم. اون گونه‌ای که او با محبت میگفت از نوار چی دید از من حیران شدم. میگفت که رمضان یادم اومد، اینقدر انتظار هستم. گفتم خدایا کمی هم باشد از مهر او، از ایمان او، از تقوای او برای ما بده. حقیقتا بسیار هم سخن قیمت گفتید. حقیقتا وقتی که ما ماه شریف رمضان به آخر میرسند بسیار پشیمان میشویم که کاش که ما بسیارتر عبادت میکردیم، کاش که بسیار کارها را انجام میدادیم. یعنی اگر سال آینده نصیب باشد، اگر همین کارهای از من ففتیدگی را من بسیارتر میکنم، گفته پشیمان میشه. ببینید آخر ماه شریف رمضان میشود همه یک در دلش یک خفگی پیدا میشود. وقتی که منفعت رمضان هم در حیات وی، هم در ایمان وی، هم در جسم وی که فایدهش که حس کرد، فایدهش که وی کرد، درک کرد، البته وی انسان چیکار میکند و با رمضان ماه شریف رمضان چی میشه؟ محزون میشه. اکنون هوای قصد میکند که انشالله ماه شریف رمضان بیاد که من چیکار میکنم؟ همون عملهای ترک کردگی من چیکار میکنم؟ دوام میدم، بسیارتر میکنم. بله. لیکن گفت شما همین بعد که بنده مومن همین خدمت خرسنده کند. ببینید که آخر چرا خرسنده نکند؟ چون که یکم همین که اون گناهایی که انسان بازوش خم میکنن سبب میشود. مثلا مثال عقل، یک بار در کفتتان هست، شما رو میگن تو فلان جا رو میبرید، بار خیلی وزین است، حرکت میکنه که تیز همونجا رسم، همون بار از گردنم شد، این بار وزنی گناه از اون بارم وزنی تر است. دویمش چی؟ در مدت این 11 ماه از آن رمضان تا این رمضان دلهای انسان زنگ میکنه، زنگ میشه، زنگ میگیره، سیاه میشه. اون ماه هست که دلهای انسان رو مصفا میکند، نزدیک شده. چرا خرسنده نکنه؟ بله. چرا خرسنده نکنه؟ یا که در مدت 11 ماه از پروردگارش دور شده است و به پروردگارش همین ماهی که از همه نزدیک میشود که 24 ساعت در یک شبانه روز درهای رحمت الله گشاده. پس چرا مشتاق این نشود؟ چرا خرسنده نکنه؟ بله. بسیار درست گفته بنده مومن. اینم نشانه همون مومنی همون شخص. نگاه کنید، پیش از اونی که پنجم رو میگویید، اگر برنامه نوبتی هفته دیگر خدا نصیبمون کرده باشد، بسیار دوست می‌داشتم که اطرافی، یعنی که هر میوه یا هر خوراکی رو اگر که از تحت دل بخوریم دانیم، او اگر با لذت میگذرد، یعنی لذتی او یا با محبت میگذرد، یک عجایبات است. بسیار دوست می‌داشتم که در دل مردم همین محبت رو روشنی اندازیم. یعنی چرا دیگران خوشحال میشوند؟ بعضا نفران بی‌پروا هستند، چون آنهایی که خوشحال هستند چیزی را میدانند که اینها نمیدانند. برای همین از همون ثواب‌ها، از همون شیرینی‌ها، از همون هر چیزی که انسان میگیرد در ماه شریف رمضان، ما همین رو باید روشن و ساده کرده برای مردم بفهمونیم که تا رمضان می آمده آنها هم با محبت انتظار شوند. برنامه نوبتی. حقیقتا هر یک عبادت لذت دارد، طعم دارد. این فقط پیغمبر خدا نگفتن که از برای شخصانی که روزه میگیرن تنها از خوردن و از آشامیدن و از همبستری با هم خودداری میکنن
برای ویها جز تشنگی و گشنگی ثواب نیست. این برای کدام کسان؟ برای کدام کسانی که درست بیان کردید همون طعم لذت طعام این عبادت لذتش نمیچشن برای ویها است. البته رمضان لذت دارد. اکنون پنجمین کار آمادگی بنده مومن برای ماه شریف رمضان که به همین گفتگی شما ان همین چیز بسیار هم یاردمی کلام میکنه. دانستن فقه صیام، یعنی روزه عبادت بهترینی که پروردگار هست در وی آداب باشه. فرضهای روزه داشتن، واجبات روزه داشتن، سنت های روزه داشتن. روزه حقیقی کدامش هست؟ کدام کارها روزه رو میشکند؟ کدام کارها روزه رو ثوابش کم میکنه؟ آدم روزه دار باید چه خیل رفتار کند، چه خیل کردار کند؟ حتما پیش از آمدن ماه شریف رمضان فقه صیام، یعنی آن احکام و ارکانی که نسبت به روزه داری و آدم روزه دار هست همها رو باید آموزد. مثلا اگر نداند که آدم روزه دار باید چیکار کند، نمیخورد، نمیآشامد، یکی زبانش از غیبت از دروغ نگاه نمیدارد، چشمش از نامحرمان نگاه نمیدارد، دستش از در حق یک از ظلم کردن نگاه نمیدارد، از خیانت کردن خودش نگاه نمیدارد و این چیزی که نخواند و نمیفهمد که ثواب روزه را دست میده. اکنون پنجمین عملی که آدم روزه‌دار برای پیش از در آمدن رمضان آمادگی بیند باید که آن مسئله هایی که تعلق به روزه و روزه‌داری هست البته به هر آموزد. ششمش همین که از بس که ماه رمضان ماه عبادت است حرکت کند که آن کارهایی که در دیگر وقت هم آنها را به جا می بیارد. مثلا تاجرها هستند که می توانند که پیش از در آمدن رمضان کارهایی که در رمضان همونها را پیشتر به جا بیارد یا که ویها بعد از رمضان هم کنن میشد. یعنی حرکت کند که همون کارهایی که در رمضان و یا البته آدمای کار میکنه بهار از کار من نه، بعضی برای خاطر فرصت بسیار هم این مناسب با استفاده بردن اون کارهایی که ویها رو پیش از رمضان یا بعد رمضان میکنن همونها رو پیش از رمضانش به وقتر کنن، بعد از رمضانش تأخیر گذارند و یک فرصت قلای وقت بسیاری برای عبادت کردن ماه شریف رمضان برای خود آماده سازند. چون که این وقتی که به قیمت این وقت رسیدیم ما درک کردیم انسان عاقل همین کار میکنه. اصحاب رسول الله 6 ماه آمده پیش برنامه رمضان رو میکشیدن که در رمضان چیکار کنن. 6 ماه آمده اصحاب رسول الله رو ما میگوییم اونا شخصای عادی نبودند. خداوند نه تنها در قرآن رضی الله عنهم و رضوا عنه الله از ویها راضی شده است و از پروردگار، حتی در کتاب‌های گذشته هم در تورات، هم در انجیل، هم در زبور اصحاب رسول الله ذکر کرده، صفات‌هاشون ذکر کرده شده است. هوای‌ها به همین قدر عظمت، به همین قدر بزرگی 6 ماه پیش از آمدن ماه شریف رمضان برنامه رمضانی خود آماده می‌کردند. اون عمل‌هایی که در ماه رمضان ویها را مشغول می‌کرد، ویها چیکار می‌کردن؟ پیش از آمدن رمضان هم عمل‌هاش نمی‌کردن. رفته به وقت باراش نمی‌آوردن، تجارت می‌کردن. یک فرصت قلای مناسب برای خود جدا می‌کردن که از این وقت غنیمت چا کنن استفاده کنن. اکنون هفتمین کاری که آدم روزه‌دار باید که آمادگی بیند این یعنی با اهل و عائلش با فرزندان پیش از آمدن رمضان نشسته یک درباره درس رمضانی باید فهماند که مسئولیت است. شما راهبر خانم البته باید به همون زیر دستان به همون اهل و عائله حرکت کردن و فهماندن در کار که رمضان چقدر فایده دارد، گناه گذشته بخشیده می شود. هر یک عمل از 10 تا 700 مرتبه ثواب کتاب یک شب هست که برابر 82 سال حیات انسان 1000 ماه. اینها رو یک تنها خودتونه برای ویها هم باید فهماندن در کار که همه خیلی آماده ساده است، همه خیلی آمادگی بینه و دیگر آمادگی که البته باید که در ماه شریف رمضان آدم دارد از ماه شعبان روزه گیرد. حتی از ماه شعبان که روزه گرفته شما خودتون آماده میشید. طوری که حدیث ام المؤمنین حضرت عایشه گفتیم که پیغمبر خود در ماه شعبان روزه میگرفتن. چرا روزه میگرفتن؟ یعنی خودشون آماده میکردن برای ماه شریف رمضان و عملهای بنده مومن برداشته میشه. و البته از دیگر چیزی که در ماه شریف رمضان پیش از آمدن ماه شریف رمضان آماده بیند این ماه بهار قرآن است. ماه بهار قرآن است ماه رمضان. در این ماه البته اگر در دیگر ماها الحمدلله بینید از شرافت استقلالیت کشور
از شرافت این نعمت های دادگیش که تنجی و امانی و آسایشتگی است. هم قرآن کریم با سپردش رهبر دولت با زبان تاجیکی ترجمه شد. اون سوره‌ای در نماز میخونن از ویها استفاده برن. یعنی از سببی که ماه نزول قرآن است، ماه بهار قرآن است که خداوند در همین شب‌های طاق دهی ماه شریف رمضان قرآن نازل کرده است، اون قرائتی که در این ماه کرده می شود تأثیرش دیگه است، فهمشش دیگه است، حفظش دیگه است. یک فرصتی البته جدا علاهیده جدا کرده، یعنی به این ماه. و دیگر چیز از همه با چیز اساسی تر هم که آن بنده مومن اون مال هایی که خداوند برای به فضل و کرمش برای وحی داده پیش از در آمدن رمضان اگر زکات نداده باشه زکات مالش حساب کرده تور کرده مونه. یعنی پیش از رمضان دیگه بهتر است تیار کرده مونه، جدا کرده مونه. شرکت هایی که اون کارخانه فهمد که زکات چه خیلی داده میشه، به کیا داده میشود، نصاب زکات چه در برنامه نوبتی حتما اطراف این هم صحبت میکنیم ان شاء الله. از برای خاطر این به قدر همون رسیدن وقت اون آماده هایی که بنده مومن برای خاطر آمدن ماه شریف رمضان آمادگی می‌بیند ان شاء الله این آخر کنه از منفعت خالی نیست. این کاری که الحمدلله شما امشب تشکیل کردید، این ساعت ها تشکیل کردید، این هم طبق همون حدیث پیغمبر که مکافات بزرگ دارد. خیر الناس من ینفع الناس، شر الناس من یضر الناس. پیغمبر خدا میگه که از همه مکافاتی بزرگ برای اون کسانی هست که به جامعه منفعت میرسانند. امروز الحمدلله این موضوع ما هم یک موضوعی هست که برای از سببی که الحمدلله جامعه ما اکثرشون مسلمان هستن، روزه میگیرن، انتظار رمضان هستن، شاید که برای وها یک آمادگی یک یعنی خاطر رسانی میشه. تشکر زیاد که وقتی خود را دریغ نداشتید آمدید. شخصا من بسیار خوشحال هستم و از این صحبت برای خود بسیار چیزها را گرفتم. راستی یک احساساتی هست که یک کیفیتی هست که این را فهماندن دشوار. و میگم ماه رمضان آمد، فیضی به جهان آمد، زین مه به مشام دل بوی زی جنان آمد. این ماه مبارک باد، این ماه مبارک باد. همه بینندگان عزیزم مبارک باشد. بله، تو برنامه های نوبتی خیر و خوش میکنیم و میگیم خداوند تماشابینان را از جمله شما را در پناهش نگاه دارد و نزدیکانمان را و به این روز ما را رساند و همون محبت رمضانی را در قلب ما جا کند. و تشکر میخوانیم که هر تماشابینی که وقت خود را دریغ نداشتن هم غذای معنوی گرفتن و هم به خود ثواب گرفتن. خدا نگهبانتون. ماهی پر فیض و فتوح، ماهی پر فتح و شکوه، پاکی تینت رو رمضان آمده است. بهر دلهای حلیم بسم رحمان رحیم، از خداوند کریم رمضان